بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على تمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم خدمت شما عزیزان هستم با قسمت دیگه برنامه گناهان کبیره. البته در این قسمت روی دو گناه کبیره صحبت خواهیم کرد. گناه اولی که روش میخوایم صحبت بکنیم شهادت یا گواهی دروغ است. این گواهی دروغ یکی از بزرگترین گناهان کبیره است. البته دروغ در جای خود یکی از گناهان بزرگی هست که در موردش بعدا صحبت خواهیم کرد، اما شهادت دروغ و گواهی دادن به دروغ این گناه خیلی بزرگتری است. الله متعال در مورد صفات مؤمنان میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین لا یشهدون الزور. یکی از صفات مؤمنان و یکی از صفات اهل ایمان این است که هیچ وقت حاضر نمی شوند تا گواهی و یا شهادت به دروغ بدهند. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل می شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که لا تزول قدم شاهد الزور یوم القیامه حتی تجب له النار. هر دو پاهای کسی که در دنیا به دروغ شهادت داده، گواهی به دروغ داده است، این قدم های از این تو استاد می باشه تا اینکه بر او آتش جهنم واجب بگردد. بدون شک کسی که مرتکب شهادت دروغ و گواهی دروغ می شود، این انسان مرتکب گناه بزرگ شده است. در دنیا برش هیچ چیزی نیست. عموما اگر بهای اندکی، پول اندکی هم در مقابل این شهادت دروغ و گواهی دروغش به دست بیارد، در مقابل عذاب الهی که او را به آتش جهنم میبرد، این گواهی و شهادت دروغش این هیچ است. شهادت و یا گواهی دروغ این است که ما در مورد یک چیزی که خبر نداریم یا میدانیم که حقیقت برعکس او هست، ما رفته شهادت بدهیم. یک کسی میآید میگوید که ما با فلان شخص دعوا دارم، بریم به محکمه در حق من گواهی بدی، این هم مزد تو و یا پولی که من برات میدهم. ما بریم به محکمه و در حق این انسان گواهی میدیم، خبری هم نداریم که چی هست و چی نیست، و یا میدانیم، خبر داریم که حق با این شخص نیست، حق با مخالف این است، اما ما به خاطر پول، به خاطر خویشاوندی، بعضی وقت چون این طرف از نزدیکان ماست، ما بریم به نفع ازی در محکمه شهادت بدهیم، در حالی که میدانیم که این ناحق است. اینجا حق این نیست، حق طرف مقابلش هست. پس این گناه بزرگی است. کسی که گواهی به دروغ میدهد یا شهادت به دروغ میدهد، مرتکب چندین گناه می شود. اولین گناه که دروغ میگوید، این دروغ است، چون به دروغ گواهی میدهد، دروغ است، دروغ گفته است. و گناه دومی که او مرتکب می شود، ظلم می کند در حق انسانی که بر علیه او شهادت می دهد. چرا؟ بر علیه یک انسان گواهی دروغ می دهیم یا مال او را از دست می دهد به خاطر این شهادت و گواهی ما، یا عزت او، مثلا عزت او به خطر می افتد. مثلا 4 تا شاهد دروغ جمع شوند، بروند به محکمه بالای یک مرد پاک دامن شهادت بدن که ما دیدیم ای را با فلانی زنا می کرد. پس اینجا ما در حق
این طرف ظلم کردیم. هر کسی که شهادت و گواهی دروغ میدهد، اولا در حق کسی که بر علیه او شهادت و گواهی داده است در حق او ظلم کرده است، یا حق دنیایی او را با این شهادت دروغ از او گرفته است، یا عرض و آبرو و حیثیت او را با شهادت دروغ ریزانیده است. و گناه سوم در حق کسی که ما شهادت و گواهی میدهیم به نفع کسی که شهادت و گواهی دروغ داده می شود، در حقیقت بر این هم ظلم کردیم. چرا؟ چون با این دروغ ما به او چیزی حرام میرسد، او حق مسلم او نبود، حق او نبود، اما با گواهی ما، با شهادت ما، قاضی هم فیصله کرد مال یک کس دیگر، حق یک کس دیگر را به این میدهد. پس ما با این شهادت دروغ خود، با این گواهی دادن دروغ خود، در حقیقت به این انسان مال حرام را خوراندیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک بار نشسته بودند، فرمودند، در روایت میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الا انبئکم باکبر الکبائر، آیا ما شما را در مورد بزرگترین گناه کبیره خبر ندهم؟ بزرگترین گناه کبیره در میان کبائر، در میان گناهان کبیره بعضیش خیلی بزرگترن، آیا در مورد بزرگترین گناه کبیره شما را خبر ندهم؟ صحابه گفتند بله ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پیامبر فرمود الاشراک بالله، اولا شرک ورزیدن و شریک مقرر کردن به الله. دوم و عقوق الوالدین، نافرمانی پدر و مادر. سوم در روایت میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به پهلو بودن، درست نشستن گفتن الا و قول الزور، الا و شهادت الزور، الا و شهادت الزور، الا و شهادت الزور. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ای داشتن تکرار میکردن الا و شهادت الزور، الا و شهادت الزور. صحابه میگویند که ما گفتیم کاش پیامبر صلی الله علیه و سلم سکوت بکنن، خود را خسته میکنن. چقدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که خبردار، قول دروغ و شهادت و گواهی دروغ از بزرگترین گناهان کبیره است. نه گناه بزرگ، بلکه از بزرگترین های گناهان کبیره همین شهادت دروغ، گواهی دادن به دروغ از بزرگترین گناهان کبیره است. نه تنها بزرگ است بلکه از بزرگترین هاست. کسانی که به این مرض مبتلا هستند، ما شاهد چنین انسان هایی هستیم، یا به خاطر پول یا به خاطر تعصب و عصبیت شهادت دروغ میدهند، گواهی دروغی میدهند بر علیه یک مسلمان. پس این انسان ها مرتکب گناه بزرگترین گناهان کبیره شده است. الله متعال کسانی که به این گناه مبتلا هستند، الله متعال آنها را توفیق و هدایت نصیب بکند که توبه بکنند، در همین دنیا توبه بکنند تا در روز قیامت به عذاب الله متعال گرفتار نشوند که تحمل و تصور عذاب الهی در آخرت خیلی مشکل هست. این یک گناه کبیره بود که در موردش صحبت میکردیم. گناه دیگر از گناهان کبیره قمار هست. قمار هم یکی از گناهان بزرگ است. الله متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ما در مورد شراب وقتی که صحبت میکردیم این آیت را در آنجا نیز اشاره کرده بودیم که ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید و ادعای ایمان دارید، بدون شک شراب و المیسر و قمار، میسر قمار، اینها پلید هستند. رجسون،
رجسون پلید هستند، نجس هستند، من عمل شیطان و از عمل شیطان هستند. قمار با انواع مختلف کسانی که بازی میکنن البته بازی میکنن، وجه مشترک در تمام اینها خوردن مال یک طرف دیگر به طریقه حرام و به طریقه غیر شرعی و به طریقه باطل. هر بازی را که ما بکنیم وقتی که روش پول بگذاریم، هزینه بگذاریم طرفین، هر بازی که میکنیم پول میگذاریم، هر کسی که برد این پول را او میبرد. این میسر هست، این قمار هست، این رجس هست و این پلید هست و این از جمله اعمال و کارنامه های شیطان است و این حرام است. الله متعال در آیه دیگر میفرماید که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ای مؤمنین، ای مسلمانان، شما مالهایتان را در میان خود به طریقه باطل نخورید. یکی از راه‌های خوردن مال به طور باطل این است که در قمار ما مال یکدیگر را بخوریم. قمار بازی میکنیم، هر کسی که برد کل پول را او میبرد و میخورد. این باطل هست و این خوردن مال یکدیگر به طریقه نادرست، به طریقه حرام و به طریقه باطل هست. در صحیح بخاری از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من قال لصاحبه تعال اقامرک فلیتصدق. الله اکبر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که بر دوستش و همدیوالش و رفیقش گفت بیا قمار بازی کنیم، تا حال بازی نکردن، فقط گفت بیا قمار بازی کنیم، فلیتصدق. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که قمار بازی گناه بزرگ است و به جای خود تنها همین که صاحبش و همدیوال و دوستش را به قمار بازی دعوت کرده است که بیا با هم قمار بازی کنیم، کفاره این سخن نادرستش را باید با صدقه جبران بکند. باید با صدقه کفاره همین دعوت دوستش را که او را دعوت به قمار داده است، همین خودش گناه است، باید این گناه را با کفاره از بین ببرد. در روایت دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که ان رجالا یتخوضون فی مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامه. کسانی که مردانی که در مال الله بناحق تصرف میکنند، یکی از راه‌های ناحق تصرف گفتیم قمار هست، بازی کردن قمار هست، یکی از راه‌های نادرست تصرف در مال. کسانی که تصرف میکنند در مال الله، همین مال الله است. کسانی که تصرف میکنند در این مال‌هایی که الله برایمان داده است، تصرف نادرست در این مال‌ها میکنند، بدون حق تصرف میکنند، یکی از راه‌های ناحق گفتیم قمار است. فلهم النار یوم القیامه. برای چنین انسان‌ها آتش است، جهنم است در روز قیامت. یکی از قمارهای معروفی که در آن زمان بازی میشد نرد است و شطرنج است. هر بازی که رویش پول گذاشته شود، طرفین پول بگذارن، هر شرطی میخواه باشه، قمار هم به نوع یک شرط است، هر شرطی که طرفین در او پول میگذارن و هر کسی که برنده شد او پول را با خود میبرد، این قمار است. امروزه یکی از انواع قمارهای مروجه بیشتر در میدانهای ورزش رونما می شود. مثلا دو تیم فوتبال با هم بازی می کنند، دو نفر اینجا می آید،
درست است؟ هر دوش هزینه میگذاره، پول میگذاره، مثلا 50 هزار دلار یا بالاتر از این. البته قمارهای بزرگ، قماربازان بزرگ جهان قماربازی میکنن چنین 50 هزار دلار هر کدام هزینه میکنن. 50 هزار این طرف، 50 هزار هم آن طرف، 1 لک دلار یا 100 هزار دلار اینجا در وسط میگذارن. حالا قمار میزنن. یکیش میگه که این تیم برنده است، دیگرش میگه نه این تیم برنده است. خب حالا اگر تیمی که او گفت برده بود، اگر همان تیم برنده شد، کل آن 100 هزار دلار میرود به جیب او. اگر تیمی که ای گفته بود میبره برنده است، او 100 هزار دلار میشه و مال ای. حتی روی هر هدف یا هر بار وارد کردن توپ به دروازه، مثلا میگوین که فلان بازیکن توپ را برای اولین بار وارد دروازه میکند، طرف مقابل میگوید که نه خیر او نمیکند، بیا قمار میزنیم. هر دوش هزینه میگذارد. اگر همون بازیکنی که روی نامش صحبت شده همون اگر وارد دروازه کرد برای بار اول، آن طرف پول را میبرد. اگر بازیکن دیگری توپ را برای اولین بار وارد دروازه کرد، این طرف که مخالفت کرده بود این میبرد. پس یکی از بزرگترین قمارهایی که امروز در جهان صورت میگیرد و البته به میلیون ها و به میلیارد ها میرسه، قماربازهای بزرگ جهان امروز این را بازی میکنن روی همین مسابقات ورزشی است، به خصوص فوتبال و غیره ورزش ها. و از قمارهایی که قبلا در زمان سلف صالح وجود داشت و آن وقت مردمان قمارباز بازی میکردن، یکی بازی نرد بود و یکی بازی شطرنج بود که نرد را تاس میگوییم ما و شما و شطرنج هم که معروف است. علما اتفاق نظر دارن برابر است که نرد باشد و یا شطرنج. هر بازی که روی پول هزینه گذاشته میشه و طرفین هزینه میگذارن سپس بازی میکنن، هر نوع بازی که باشد، این بازی های فعلی، قمار بازی های فعلی که من مثال دادم در مورد بازی های فوتبال و غیره، یا به شکل تاس و شطرنج یا هر بازی دیگر، اگر طرفین هزینه میگذارند و سپس بازی میکنن و یک طرف برنده میشه و یک طرف بازنده، این که حرام است، در این شک نیست، این قمار است، حرام است. بر علاوه از هر شرط دیگه ای که طرفین پول بگذارند، یک طرف برنده شد و یک طرف بازنده، این قمار است و این حرام است. اما این دو بازی نرد و شطرنج بدون پول، بدون گذاشتن پول در میان، فقط به خاطر ساعت تیری، به خاطر خوشگذرانی وقت، پاس کردن وقت، اگر کسی بازی بکنه، اینجا اختلاف است. یک تعداد علما میگن که وقتی پول در میان نیست لذا اشکال ندارد، جایز است. اما تعداد دیگری علما میگن این دو بازی، بازی تاس و بازی شطرنج، ولو در وسط پول هم نباشد، این بازی کردن این دو جایز نیست، حرام است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من لعب بالنرد شیر فکأنما سبق یده فی لحم الخنزیر و دمه. کسی که با نرد، با تاس بازی میکند، گویا دستش را در گوشت و خون، با گوشت و خون خنزیر رنگ کرده است. در روایت دیگر میفرمایند که من لعب بالنرد فقد عصى الله و رسوله. کسی که با تاس بازی میکند، این انسان در حقیقت نافرمانی الله و پیامبر را کرده است. این نرد و شطرنج یا تاس و شطرنج گفتیم که با پول که اینها و سایر بازی ها قمار است و حرام است، اما بدون پول هم، چون این دو بازی در بعضی روایات میگوین حتی بدون پول هم بازی کردن این دو جایز نیست. امیدوار هستم که کسایی که به قمار، به انواع و اقسام قمار مبتلا هستند، الله متعال آنها را توفیق نصیب بکند که از این
مرض و از این خوردن مال به طور باطل، به طریقی باطل توبه بکنن، اجتناب بکنن، به سوی الله متعال رجوع بکنن و از این کارشان توبه بکنن. و کسایی که تا امروز محفوظ و مصون هستند، الله متعال تا آخر عمر از این گناه بزرگ مصون و محفوظ داشته باشد. ان شاء الله تا قسمت بعدی که با گناه بزرگی از گناهان کبیره دیگر خدمتتان برمیگردم، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.